اصلا میگن حیات زندگی با خودش میگه صفا داره، شیرینی هم داره. چیزی که پیامبر نازنین میگه این دنیا حلوه خزیره، حقیقتا همین دنیا شیرینی ها داره و بسیار دل انسان رو میبره. هر کسی بوده که ما همین دنیا را باید ببینیم محاله که باورش کنیم، بسیار محاله. حتی حضرت رابعه که با دنیا علاقه هم نداشتن، میگه وقتی در زمان خودش باز هم ردیفاش بود، آدمایی که همیشه با یاد خدا مشغول بودن، ذکرها داشتن. میگه پیش رابعه دام آمده همین دنیا را بسیار مذمت کرد. بعد رابعه گفت که گمانم همه که خود بسیار دنیا را دوست می‌داری. گفت من مذمتش کردم، ملامتش کردم. با اون کسی که نام دنیا را زیاد گرفت معلومه که اون میل محبتی به دنیا داره. خلاص حقیقتا همین دنیا برادر زیاد بینیم که همون میگه در آدمی که در 90-100 برابر دو چیز در دلش پیامبر نازنین میگه جوان میمونه. همون در 90-100 ما خود در نگاه ما تو میگیم که خیلی دیگه ای همین دنیا هم بیزار شده، در نگاه ما هم خیلی میگه همون بیزار شده. یکی این پیامبر گیران میگه که دو چیز میگه در قلب همین آدم جوان میگه، اگرچه عمرش پیره ایره، یکی دو چیز در قلبش جوان ایستادگیه. یکی از اونا برادر عزیز میگه طول عمره، با عمر ببینم مثلا 90 کمه. تماما میگه این چیز در قلب جوان ایستادگیه که مقصد همین خیر. دویم میگه حرسی بر دنیا، همین حرسی بر دنیا شم میگه جوان ایستادگیه. زی لحاظ حقیقتا وقتی پیامبر نازنین کتاب میزنه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی، هیچ گاه حضرت پیش خود چیزی نمیگفت. تو چیزی را که اگر اصطلاحی بزرگ کانکریتی نمیدونید و گم نمیزد. برای همین حقیقت همینه که دین زندگی به خودش صفا داره. زندگی را بین نمیقدر غم و دقت های یکی به هر حالم با حرکت میکنی که خود ما حفظ کنم، همین حرکت میکنیم که من همین حالا تو بگذارم در مقصد. همه همین دولت با چی میکن؟ دولت همین میکنه که دوست میداریم دنیا را دوست میداریم. اگر چنده که حقیقتا در همین دین اسلام خلاص در یعنی هیچ وقت نیست که خیلی چیزی که ما را از دنیا مقصد کنده کنه، بلکه چیزی را که ما را آگاه میکنه که فریب تو نکنه. یعنی در دنیا بدن ما برادر عزیز معنی را ندارد که ما وقتی در یک جایهای آباد میسازیم یا مقصد در جایهای خوب زندگی میکنیم، یعنی این خیره، این زیان ندارم. فقط ما را همین دنیا مقصد فریب که کرد، اگر تمام توجه ما را به خودش گرفت و ما را مقصد از بندگی خدا دور کرد، خطرش همینجه، خطرش در همینجه.
حتی از دنیا کندنم تماما هیچ رغبت به دنیا نداشتنم هیچ در یگان تاکیدهای دینی نآمده که شما تماما به دنیا هیچ پیوندی نکنید، رابطه نکنید. خب اگر چند از جانب خدا و پیامبر بسیار ملامت دیگه دنیا، لیکن حیات بردن، زندگی کردن خطا نیست برادر عزیز. فقط دل بستن و به سبب یا خاطر همین دنیا از خدا دور شدن همینش بسیار چیزی خوف میگیم، بسیار همین چیزی خطرناکه. عزیزای خدا میگه حال دنیا را بپرسیدم، من ز یک فرزانه یک آدم بسیار دانشمند خوب گفتم دنیا را نمیگوی دنیا چه میدنی؟ حال دنیا را بپرسیدم، من ز یک فرزانه گفت باد است یا خواب است یا افسانه. گفت باد است یا خواب است یا افسانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار. هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. دل نبند میگردن زیرا این رنگ یک توده برف در فصل بهاره. یک توده بیاد برف در فصل بهار من چکارش میکنن؟ آبش میکنن، آبش میکنن میره و تمام. برای همین یعنی همین دیکن همین صفای زندگی ما را، همین شیرینی زندگی ما را همین دکتر آویز میگه که میدونین یکم چیزی که همین شیرینی شای شما میگیره چیه؟ میگه یکم میگه چیزی که شیرینی شای میگیره همینه که شما با تقدیر الهی راضی نمیشی. وقتی آدمی که در تقدیر راضی نباشه میگه در همین دنیا همین زندگیش حیاتش صفا نداره. این خوشبخت خودش احساس نمیکنه. یکی وقتی آدم اگر تم به تقدیر بته برادر عزیز بسیار بسیار نمیگویا که یک کوه را از پشتش دور کرده گیه همه را به تقدیر اولا کرده یخی، زیرا که خودش هم همین نیاخی. حضرت جنون میگه که نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده ای او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد؟ کجا سائل ز پیش خود گدا شد؟ اگر نقاش نیکان را سریشته در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ همه در حکم تقدیرش دوانند و هر سوی که میخوانند روانند. به خاری سوی کافر همه بینی مبادای فروز از شمع دینی. تقدیر برادر از یک چیزی هست که انسان اگر به تقدیر کم بده، ما همه کاری که از ابتدا تا انتهامون همون 4 ماه در شکم مادر ما بودیم که علاقه مقدرات ما حال خودش یافتگیه. و همین خاطر چیزی به سر بنده اگر میاد خواه از بدی خواه از خوبی همه در مقدرات هست. اگر ما همین را این از خودش ببینیم برادرها، ببینیم که صفای زندگی ای بین نمیره. صفای زندگی ای بین نمیره برادر است. میگه دویم چیزی که حیات شما در خلال میته، شیرینی حیاتو نگرفته، میگه ای حسده. یعنی در نام پری حسد که ای همین زیقی حسد داریم آخی. همین جناب ارسطو و سقراط و افلاطون خیلی که عالمای یونان قدیم بود گفت. همین جناب ارسطو را گفتن که چرا همین آدمی که حسد داره دویم زیقه؟ چه گفت؟ همین صبح وقتش نداره، همه چیز داره وقتش نیست.
گفت آخی ای دو جهتانچ که یکم گفت وقتی کاراش برار نمیگیره ای طرف زیقایی با کارای کسی برار بگیره او دارم زیقایی ای دو طرف زیقی است برای میگویی هر روزی خشده میبینه برای کاری ما دارم زیقایی نوبرابرای کاری خودش دارم زیقایی دو طرف میگه آدم میسوزه برای همین میگه یک چیزی که دیگری که زندگی ما را برادرها شیرینی شایبه میبره حسده یعنی در همین جامعه زندگی میگه حسد کمه اینقدر حسد زیاده در همه کاتگوری آدم حسد است در همه کاتگوری همین لیکن خیر نداره برادر هیچ خیری در این نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم ولا تحاسدوا تاکید میکنه ولا تباغضوا ولا تدابروا و کنوا عباد الله اخوانا حضرت تاکید کرد ای امت اسلام چی درتون رسیده باید دیگری که حسد دارید از حسد باز بیستید ولا تباغضوا ای امت اسلام با یکدیگر بغض کینه نگیرید ولا تدابروا از یکدیگر کنار نگیرید قهری نشین و کنوا عباد الله اخوانا آخه همه بنده خدا باشه برادر باشه تاکید میکنه آخه الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب چیزی که هیزم آتش میخوره نیکی ها تو میگه حسد میخوره نابود میکنه برای همین این حقیقتا در زندگی آدمی که حسد داشته باشه بسیار برادر عزیز میگن غم داره بسیار غم داره اینها چیزایی هستن برادر عزیز که صفای زندگی ما را بین میبرن برای همین یکی به حسد دادن در کامیست حقیقتا آدمی که اگر تقدیر را تم بده خب به هر کسی که نگاه کنه خیلی میگه خیلی در مقدراتش بده سخی حقیقتا نوخی وقتی میگه نه جنبد هی جنبنده به یک سو نخواهد تا که جنباننده او که نخواهد آخی در این آدم پسماندگی و مثل پیش رفتن دیگه اکیجا میشود آخی همش را این نزدی همون بده کن بنده فقط باید راضی باشه خواجه حافظ میگه گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم یکی مبتلا میشه درون همین تمام خوشبختی و نیکی را میزنی یکی از اونجا با خلاص میشه در درون بدبختی میزنی گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند ایرا یاقه هیچ کس نگی هیچ کار نگو که فلان همه این از خودش کرد برای همین حقیقتا برادر عزیز به تقدیر الهی راضی بدن دیگر این یکان بسیار حالی ما را ثابت میکنه بسیار حال ما را ثابت میکنه بگیم ای بسیاری مشکلات ما را خلاص میکنه اگر به همین اعتقاد ما برادر عزیز اگر حیات ما مقصد پیش بریم همین مقدرات چیزی باشه این همینه برادر همه شما بختون علاقه حل شما علاقه شدگیه چی میشین کی میشین خب هر چی که به سرتون میآید حتی به حضرت میگه شما یک راه پیشگویی میکنید در مقدراتون می هست بند پتینکت خوی میشه در مقدرات هست همه می هست خدای منامون کامل کنه خاتمون رو با خیر کنه وجود خدا احسان ها و خیرش رو قبول کنه بابای حاجی حسین خدا که دوام شب و نیک کنه و خیر کنه جمعی فرزندان خدا در پناه رحمت اسمت شنگاه ما باشد سلامت باشد